ما بندگان الله هستیم. ما در راه خدا جان میدیم. ما در راه الله ایستادگی میکنیم. خدای مهربان بندش امتحان میکنه. امتحان میکنه که سنتش در وجود آورد ما را. هر دم ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش کنیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و گرامی، قبلا برادرمون حاجی عارف که این محفل بسیار خوب و بسیار محفل نیکی را آراسته کردن. خداوند این خیر و احسان را از جانب ایشان قبول گرداند. گذشته پدرش الله مهربان رحمت و مغفرت کند. مادرشون که حیات هستند خداوند از دعای نیکی مادر برخوردارشون گرداند. دوام عمر مادر نیک خیر گرداند. و این مادر ما زاکر جان که در اینجا در خدمت است، خداوند عمر دراز و ایمان کامل و میل و اخلاص و محبتشون را به دین خدا زیاد بگرداند. همه شما خدای مهربان خدماتون و حسنات و الله مهربان نیت‌ها و مقصودهای دلتون را حاصل گرداند. برادران عزیز و گرامی، بسیار چند روزی که بودیم، بسیار روزهای خیر، بسیار روزهای نیکی را با همنشینی شما سپری کردیم و انشاءالله با ما هم اراده بازگشت و شما را باز در پناه خدای مهربان دعا میکنیم که باشیم و انشاءالله امید من همین است، گمان من همین است که در این طی چند روزی که ما نشستیم خدا خواهد یگان منفعت را، یگان فایده را برای باز نزدیک شدن به الله مهربان ما و شما حاصل کردیم. از این لحاظ البته دعوت برادرمون حاجی همت الله که سرابرادگی آمدن ما شدن، همه کسی همیشه ما دعاگو هستیم که خداوند در این روزهای وطنی و در این مصیبتی که حقیقتا دشوار است انسان تحمل کردنش، من برای شما انشاءالله شما که مصیبت ها دیدگیم، ولی این قدر گفتنیم که وقتی که خواه مادر خواه فرزند میگذرد که یک آدم می افتد در حالت گرمی نمیتواند. وقتی یک 3-4 روز 7 ها میگذرد بعد همون جای افتیدگی و درد میکنه. مصیبت هم برادرای عزیز همین خیلی هرگاهی که آرامتر شدن گرفتی باز تو چندی در ذهنت آمدن میگیرد، تو چندی پیش نظرت آمدن میگیرد، نشستاشون، حرکتاشون، معاملهاشون. خب اکو البته بنده ای که انشاءالله آگاهی داشته باشد از پاداشی صبر، معنیش آبی چشم کردن برادر عزیز این گناهی نیست. پیامبر نازنین برای فرزندش ابراهیم هم گریه کرد، ولی حتی گفت این از فراق ابراهیم، این جدا شدن از ابراهیم، ولی این رحمت هست. گفت از آن چیزی که الله ما را من کرد با دستش اشاره کرد به سوی زبانش. گفت از این سخنهای بیهوده‌ای که من با زبان میگم با از این راه ما را من کرد، نه از ریختن آب چشم. لذا از این نعمت برادران، نعمت صبر
ما به شما همیشه دنبالگیری کنیم و این لحظه ها را هم اگر الله مهربان به بالای ما و شما آورد صبر کنیم. وقتی برادران قصه های صبر میخونید در کتاب ها و این مصیبتی که ما دا آمده است در برابر اون مصیبت ها چین میکنید قریب هیچی نیست. در تذکرة الاولیا از ابن عطا حکایه میکنن که با 10 فرزندش میگه در سفر برآمد. با 10 فرزند وقتی میگه در دست راهزنها افتید و در نسبتش بسیار میگه سخنهای بلند به جا گفتن گرفتن تا جای میگه دیگر غضبشون پس نشید از اما فرزند کلانی کشتن سر کردن. هر گاهی که میگه فرزند کشته میشود ابن عطا میگه نگاه میکنه کشتن را تبسم میکنه نگاه میکنه و تبسم میکنه. برادران عزیزای خدا میگن در محبت هر کی او دعوا کنه 100,000 امتحان برای کنه چون بود صادق کشت بار جفا چون بود کاذب گریزد از بلا. کسایی که دعوا میکنن که الحمدلله ما بندگان الله هستیم ما در راه خدا جان نمیدیم ما در راه الله ایستادگی میکنیم خدای مهربان بندش امتحان میکرد امتحان میکرد. همین سوره ملکی که در بالای خبرها میخونیم دویم آیت همین الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سنجش الله است که در حالتهایی که من شما را یک امتحان کنم خوب بینم در حالتهای امتحان چگونه ای. وقتی میگه فرزند دویم سیوم همین آمد میگه 9 فرزند در پیش چشمش آخران فرزند خوردیش نوبت شما میگه بعد پدر شدید و خیلی گفت پدری بیرحم بودی. از بالا نظر کردم تا پایان فقط در چهره تبسم است هیچ بار داد و فغان ندیدم. او در قلبم الهام گذاشته است در قلبم احساس کرده استم که صحبتی آمده است که اگر در همین مصیبت صبر نمیکنی از دفتر دوستان خطت میزنید. میگه وقتی این سخن میگه رهبر راهزنها شدی صاحب تذکره میگه او یک بار دیگر گفتم چی گفتی؟ میگه با تکرار کرد. حتی میگه همون جمعیت میگه گفتن اگر از ابتدا همین چیزی را که ما حاضر از شما شنیدیم احساس میکردیم شاید ما با این کار بد یا کار نادرست رسن میدادیم. زیرا ابن عطا میگه گفت الافلاک قیسیون و الحوادث سهام و الآدم هدف و الرامی هو الله و هو رامی لا یهدی. دنیا گفت مثل کمان است. حادثه هایی که به سر شما میاد مثل تیر است. حادثه تیر است. دنیا مثل کمان است. نشانه آدم است. تیرزن الله است. و او چنان تیرزنی هست که هیچ وقت تیرش خطا نمیاد. حضرت مولای بعد در زیر همین تاریخ عشق جانان بی بلا نیست زمان بی بلا بودن روا نیست بلا کش تا لقای او ببینی که مردی بی بلا مردی لقا نیست میانی 100 بلا خوش باش با دوست خدا آنجا کو بود هرگز بلا نیست. هیچ وقت مناسبت در حالت مشکلات نکن از الله نکن میگه مشکلات آمدن گیری میگن نکن هیچ وقت مناسبت ها را کندن نگیر میانی 100 بلا خوش باش با دوست خدا آنجا کو بود هرگز بلا نیست. از آنجا هرچی آید راست آید تو کج منگر
که در کتبین وفا نیست. زیر حال برادر علاقصد برادر ما حاجی حکمت الله که من مخصوص این چیزهایی را که گوشزد میکنم برای تسکین قلب یا برای که عبرت شود که ما با اونها مقصد باید پیرو باشیم به عزیزایی که حیات اونها در کتابا ثبت شده است که مسلمان از اونها عبرت میگیریم. در زمان رسول اکرم برادران عزیز حضرت عطا ابن ابی رباح میگد که عبدالله ابن عباس وقتی در آمده مسجد گفته حضرت اشاره کرد میگن از شما او میخوای که زنی را از زن جنتی ها نشانت بدم که جنت مشتاق شد. گفتم بله حضرت نشان بده. گفتم همون زن سیاپوستی که نزدیک حضرت شدگی است گفت همراه پیامبر گفت که جنت مشتاق تای. حضرت نگاه کرد های آدم جنت بعد گفت بچی مقام بچی این چی هنر دارد این چی خدمت کردگی های گفت الحال پیش پیامبر آمد من صحبتش گوش کردم گفت حضرت من در بیماری سر گرفتارم همون اپیلپسی هم میگیم شیطان روشت. گفت پیامبر گفت که حضرت من در همین بیماری مبتلایم دعا کن که من شفا بیابم. میگه پیامبر گفت که مادر گفت اگر در همین بیماری صبر کنی تو برای تو الله بسیار اجر و مکافات بسیار بزرگ می‌دهد. لیکن اگر خواهی حاضر دعا میکنم انشاءالله از خدا امید است تو شفا می‌یابی. گفت مادامی که الله مرا در اینجا اجر به حساب داد بگذار من در هم بیماری بستم. فقط یک دعا کن که حضرت همین بیماری در یک حالتی هست که در زمین که میرفتم دامنم بالا میشود از الله شرم میکنم. این قدر دعا کن که همین وقتی افتیدم دامنم بالا نشود تا حیام از پروردگار رو شرم میکنم. حضرت میگه دعا کرد که خدای مهربان اگر همین بیماری هم که دامنش گرفتی در حالت بیماری دامنش بالا نشود هیچ عضوش مقصد نمایان نشود. برادران عزیز حقیقتا بین در داخل این قصه ها چی حکمت ها هم حکمتی همین بیماری را من طاقت دارم من صبر دارم. برای چی؟ برای که الله مهربان گفته است انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. به حساب که خدا اجر میده من همین تحمل بیماری دارم. دیگر حکمت بینه که برای یک دامنش بالا شدن از خدا میگه حیا میکنه شرم میاد. برادرای عزیز انمون حیای انمون مادرها بود انمون ترسی انمون مادرها بود انمون پاکی انمون مادرها بود که انمون مثل ابن عطا مثال بگیم دیگر بزرگایی را که ناماشو نما میگیریم قصه از حیات ایشان میگیریم از دامن اینا این خیل فرزنده به دنیا آمدن. زیر لحاظ برادرای عزیز و گرامی از بس که ما فردا که سفر داریم در آخر مکه دوملو سیار یک نصیحت ها و سیار یک گوش زدهای خوب هم کردن ولی ما هم در برابر این از شما برادرای عزیز خواهش منم همین است که اکنون زمان چگونه شیده است نشیده است زمان هر وقت تغییرات شدن میگیره دنیا دیگرگون شدن میگیره ولی تعلیمات همچون گوشزد کردن همچون اهل خانواده را در یک روحیه پاکی تازگی ترس خدا تربیت کردن برادر این مسئولیتش از ذمه ما و شما دور نمیگردن.
وقتی حضرت عقبه ابن عامر آمد و حضرت خود دلالتون که نجات در کدام عملها هست و همه را پایبند شم، حضرت سه چیز گفتند. یکم گفتند همیشه زبان تا نگه بدار، امسک علیک لسانک، زبان تا نگه بدار، هرچی نگو بیهوده. دویم وقت که علی خطیئتی، گناهایی که پیشتر کرده بودی برای اونا آبی چشم کن. سوم ولی استغفر بیتو، خاندان تا به ترتیب بیار. اینها را که عقبه گو انجام بده، نجات در تو است، نجات می‌یابی. و همین خوش به حال برادرایی که حقیقتا در همین نسبت بسیار اهمیت میتن. شما تا چند اگر خواهرها را، دخترها را، برادرای عزیز تربیه خوب کنین، دخترای با حیا کنین، دخترای با عفت تربیه کنین، شما خدمتتون در دین میگذرد. زیرا همه وقت برادرها قرآن میگن نساؤکم حرث لکم، زن زمیر زمینه، چیزی که زمین حاصل میده زنه گویم اینم از زمره حاصل میدادگی ها هست. برای حاصل مثال خوب شدن یا زنی خوبه نسبت میتن به زمین خوب. اینم برادرای عزیز خدمت در دین میشود. پگاه مقصد از دامن او فرزندای بسیار با غیرت و فرزندای انشاءالله نیک بیرون میشود. یک حدیث به یاد اومد، همه را میخوانم، دعا میکنیم دیگر وقتی زیاد. تو حضرت انس روایت میکنه، جناب طبرانی میارش، میگه پیامبر گفت که الا اخبرکم برجالکم فی الجنه، بگم تو که مردکای جنتی کیه؟ پیامبر ما گفت. میگه گفتیم بله حضرت، کی مردکای جنتی؟ میگه گفت النبی فی الجنه، گفت پیامبرتون در جنت است. میگه اشاره کرد طرف ابوبکر صدیق و صدیق فی الجنه، ابوبکر هم گفت در جنت است. و رجل لا یزور اخاه الا لله فی الجنه، کسی را گفت یک اهل علم برادران میریم به خاطر خدا، میگه زیارتش میکنیم، همه آدمی که همین قدمی در راه زیارت مونده است، همین مرد گفت در جنت است. بعد از آن گفت الا اخبرکم بنسائکم فی الجنه، زنکای جنتی را بگم کیا هست؟ میگه حضرت گفتیم بله کیان؟ او ولود ودود. یکم گفت زنهای جنتی زنهایی هستند که برادرای عزیز زنهای زاینده هم. اینجا مقصد از زنهای نازاینده نمیره، نازاینده هستند که البته اونها هم در راه خداوند همیشه با طاعت هم با عبادت هم، ولی از باب فضایل که البته این از او برتره. و زنهای زاینده، کدام زاینده؟ زاینده هایی که اگر پرسی که از همه بیشتر کی را یا چی را دوست می‌داری، میگه شوهر ما دوست می‌دارم. باز همین چیزا قریب موندگی نیست که یک تخمین کنین ولی یک بگای بریم بپرسیم. بگو زنکای همه در بیشتر چی را دوست می‌داری؟ که میگه که مردک تره. پیامبر میگه مرد زنکی که مردک شبگه که من مردک تره دوست می‌دارم، همین زنک جنتیه. بعد از آن حضرت چی گفت؟ گفت اذا غضبت او اوصی الیها او غضب زوجها قالت هذه یدی فی یدی لا اکتحل بغمز حتی ترضا. میگه زنک جنتی را خصلت شمیه. مردک وقتی خانه میدروید بسیار یک حالت ناگوار قطعی میرود. مقصد با اصطلاح روزا بگیم نسرینیوش نیست. اگر نامدی کار شدگی خیلی بیرونده. وقتی که در آمد میگه زنک دید که در چهره مردک هم تاید ناراحتیه. میگه وقتی دید همی را زن جنتی را میگه خصلت شمیه، چکار میکنه؟ میگه در حال میگه دستی مردک هم میگیره و در دستش میگیره و میگه مردک. من فهمیدم که مقصد در بیرون یکم کارت آمد نکرد یا با کسی رنجیدی، ولی
از تو من خواهش میکنم که چیزی بود در بیرون در آن بیرون بگذارش. وقت خوش بگی مرده کار تو آمدم نکرد. خب امروز با سیدکای پرم که نیامدی میلش مرده وقت خوش بگی. حتی چی میگه؟ اگر به شرطی که چهرت خندان نمیگیری و چیزی بودگی بیرون فراموش نمیکنی قسم به خدا من امشب خواب نمیکنم. انا همین زن میگه در جنته. اگر من مثال نمیزنم که کو همین روزا با همتای نسرینی و ایران خانه برینم تایی تو میکنم. برای چی نمیکنم؟ برای که برادرای عزیز دیگر همون مکتب تربیه را بگیم خودمون درش بستیم دیگر اهمیت نیست. از دین که دور کرده استیم همین چیزها رو فقط در حدیث ها میخوانیم یا در حیات زنهای همون زمان میبینیم تمام. زیرهاز برادران عزیز و گرامی همیشه در نسبت زنداری ها تونم بسیار بسیار اهمیت دید. این برادرها یگان مردی نیست با خدا. من اینا که ده ها بار گفتم من سفرام دارم میگم بازم میگم که این نامردیه که شما از همین جای استوده زنها را طلاق